سریع بهتون بگم یه ترمینال جدید اومده مثل وارپ که میخواسته این ترمینال رو بازطراحی کنن. آره خب چجوری و از کجا نصبش کنیم؟ وارد موقع میشه البته با VPN و میزنیم warp داده. البته منتظم کلوزر با هم برانش کنی یه چیزی بهتون اینده که واقعا دلتون ازش میزنه. لاگین میخواد. من ترمینال واسه چی باید لاگین کنم؟ البته خدا شکر جدیدن میشه دیگه لاگینم نکرد. اون لاگین هم نیاز میشه نکرد. برو اینستال داشتش کست وارپ یا دانلود واسه مک. همینجا. خب من نصب کردم. حالا واسه لینکس هم واسه ویندوز متأسفانه هنوز نیومده. هنوز. مثلا اینجا خیلی ساده مثلا میتونید یه سری جزا بکنید ولی این چیز جذابشه. هش how to commit in git AI داره. commit in git. اوکی مثلا فرض میگم الان اد کردم و الان مینویسه گیت کامیت داشه کامیت مسیج همونو پیدا کرد. الان گیت ندارم. و یه چیز دیگه هم داره مثل ایجنت مود. اینجا دیگه فقط کافی اصلا همینجور بنویسید تو این ایجنت مود. تو هیستوری و ورکفلو اینجور چیزاست. AI و اینجور چیزا. environment variable هم مثلا میتونید سرچ کنید مثلا دنبال ایتور میگن. خوشبختانه نیورد. یا مثلا میتونم چیزای کار دیگه بکنم مثلا هش و همین replace stringing file مثلا بگم list directory contents ls. خب اینه که من هم ده. بعد همین دیگه تقریبا فقط گفتم فقط واسه ویندوز نیست. فقط واسه ویندوز هم نیومده واسه که مک و لینکس هست و خیلی هم عالی.